سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالله هستم از تاجیکستان. استادی بزرگوار آقای انصاری، من شما را خیلی دوست دارم و این دعوت های جالبی که شما برای ما مسلمانان تاجیکستان پیشنهاد کردین، واقعا چه جهادی در راه الله کردین و از درگاه الله ذوالجلال خواهان این هستم که شما را با مجاهدین و راه الله را شما گرفته اید، با شهدا و صدیقین و صالحین در جنت الفردوس جاویدانه جایتان بگرداند. و از درگاه الله ذوالجلال خواهان این هستم که دشمنان شما را خار و ذلیل بگرداند. و ما فهمیدیم که اهل تشیع که هست و کانال های اونها را ما تماشا میکردیم و اون مشرک ها را و این بدبختان دشمنان اسلام را فهمیدیم. خداوند شما را حفاظت بکند. و این شیعه اهل تشیعی که ما امروز مشاهده میکنیم، اونها چه انسان های بدبختی هستند که با مقدسات ما، با اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم دشنام های قبیح میدهند که اونها از چارپاها در بی‌عقل تر هستند که خداوند در کلام خودش میفرماید اینهم کالانعام بل هم اضل سبیلا. اینها از چارپاها هم بی‌عقل تر هستند. اینها هیچ فهمیش درکی در اسلام ندارند، بلکه اینها نمیدانند خودشان کجا رفته ایستادند. اینها راه حق را گم کردند، بلکه اینها ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. واقعا چشمهان اینها در مهر زده و گوشهای اینها و قلبهای اینها دیگه اینها راه حق را و راه اسلام را دیگه اینها پیدا کردن نمیتوانند. واقعا این در تاجیکستان ما میبینیم که اینها چقدر بالای مسلمان ها فشار میدهند. تمام این فشارها بالای مردم مسلمان اینها کار ایستادند و از درگاه خداوند خواهان این هستم که این دشمنان اسلام را اینها بغیر از ضلالت پستی دیگه هیچ نیتی و بهبودی اسلام ندارند. اینها اصل مطالب اینها این هست که اینها یریدون لیطفئوا نور الله، چون پروردگار در کلام زیباش میفرماید اینها میخواهند نور الهی را از بین ببرند و هرگز نخواهند توانید، چون که الله وعده الله است. الله وعده کرد مانند بندش خلاف نمیکند. وعد الله لا یخلف الله وعده ولکن اکثرهم لا یعلمون. الله تعالی که وعده کرد و وعدش میایستد. ان شاء الله این دشمنان اسلام، این دشمنان قرآن، این دشمنان صحابه، این دشمن مادرمان حضرت عایشه رضی الله عنها، ان شاء الله اینها نصف نابود میشوند. و از درگاه خداوند ذوالجلال خواهان این هستم که خداوند به شما صبر جمیل، خداوند به شما توفیق بیشتر عنایت بفرماید که تا ما مسلمان ها و مسلمان های تمام جهان را بیدار کرده ایستادید. و این را گفتنی هستم برادرم محمد انصاری، استاد بزرگوار، و میخواهم 4 مصرع شعر در وصف شما بگویم و با شما خداحافظی کنم. الها خرم و فرخنده باشی، چو گل خندان چو ماه تابنده باشی، و بخت و والدین و جمله خیشان، به نام خاص خود محمد انصاری جان زنده باشی. سلامت باشی استاد بزرگوار. از درگاه الله ذوالجلال خواهان این هستم که خداوند ما و شما را داخل جنت بگرداند.